بینندگان عزیز سلام. امروز جمعه 24 فوریه من خیرامان بقازاده نشر نوی اخبار آزادی را تقدیم شما میکنم. توجه کنید به سرخط موضوعات. از آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین یک سال گذشت. جنگی که جان هزاران نفر را گرفت و میلیون ها نفر را به خانه و سرگردان کرد. اتحاد اروپا می‌خواهد با تاجیکستان همکاری‌های فراگیر برپا کند تا رشد تجارت و اقتصاد و رعایت حقوق انسان در اولویت آن باشند. این نه تنها ابزار تجارتی بلکه یک ابزار سیاسی هم هست که بخش‌های حقوق بشر، حقوق کارگر و قاعده‌های محیط زیست و دیگرها را در بر می‌گیرد. پرورش میوه و سبزیجات در زمستان سرد با استفاده از اصولهای نو کشاورزان ناحیه جامع راه‌های نوی زراعت پروری را تجربه می‌کنند. همین تکنولوژی اگر نگذاریم در این وقت معاصر زمانه ما محصولات بروقتی به دست آورده نمی‌توانیم. امروز از هجوم بی‌دلیل روسیه به خاک اوکراین یک سال پر شد. منقدان میگویند امید پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به اطرافیانش به اینکه در چند هفته میتوانند اوکراین را اشغال کنند برباد رفت و یک سال بعد هم ارتش روسیه در مقابل نیروی متحده اوکراین قرار دارد. جنگ تا امروز باعث تلفات عظیم جانی از هر دو طرف گردیده میلیون ها اوکراینی را بی‌خانه و سرگردان کرده است. شهلا گل خوجه گزارش میدهد. امروز اولین سالگرد تجاوز روسیه به خاک اوکراین با برخوردهای وزنین در شرق و غرب این کشور ادامه یافت. صرف نظر از سفربری ذخیره‌های بزرگ جنگی و انسانی در یک سال گذشته، مسکو نتوانست عزم اوکراین را برهم زند. پرزیدنت اوکراین ولودیمیر زلنسکی در پیامش که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد گفت 24 فوریه مردم اوکراین نه پرچم سفید تسلیم بلکه پرچم کبود و زرد اوکراین را بالا برداشت. روسیه باید در اوکراین ناکام شود. انتقام جویی روسیه در کیف، ویلنیوس، کیشینیوف، ورشاوا، در دیگر کشورهای برادرمان، در لاتویا، استونیا، گرجستان و هر کشور دیگری که با قاتلان روس مواجه است، باید فراموش شود. ما می توانیم این کار را به سامان رسانیم. این امکان تاریخی است. انتظار می رود که امروز زلنسکی درباره اولین سالگرد جنگ تفصیلات خواهد داد. در همین حال روز جمعه حمله های گسترده روسیه به شهرهای شرقی دونتسک، کوپیانسک، لیمان، آفدییوکا و شخترسک اوکراین به قید گرفته شد. 24 فوریه در یک عده ممالک اروپا و قره‌های دیگر جهان از جمله شهرهای سیدنی، برلین و کوپنهاگن گردیماهی همدلی به مردم اوکراین دایر شد. حکومت بریتانیا اعلام کرد که بسته نوی تحریم‌های روسیه را جاری می‌کند. طبق آن صادرات هر مالی که در تجاوز روسیه به خاک اوکراین استفاده شده است منع می‌گردد. در این رویخط قسم‌های احتیاطی برای هواپیما، محصولات برای تولید هواپیماهای بدون سرنشین، تجهیزات الکترونی و رادیو به چشم می‌خورد. این فهرست که از طرف وزارت کارهای خارجه بریتانیا نشر شده است، نام‌های یکی در رهبران بلندپایه روسیه و در بین آنها مسئولان شرکت روس اتم شامل بوده است. در تاجیکستان هم امروز یاد قربانیان جنگ یک ساله بی‌دلیل روسیه در خاک اوکراین را گرامی داشتند. سفارت اوکراین در تاجیکستان در سالگرد آغاز حمله روسیه به آن کشور در دوشنبه نمایشگاه عکس‌ها از پیامد این جنگ را برگزار کرد. در نمایشگاه نمایندگان دیپلماتی خارجی مقیم دوشنبه و شهروندان اوکراین شرکت داشتند. سفارت اوکراین در دوشنبه خواست نمایشگاه عکس‌های یک سال جنگ اوکراین را نخست در مهمانخانه برپا کند، ولی با سبب‌های مختلف مکان برگزاری نگارستان به قرارگاه نمایندگی اتحاد اروپا در دوشنبه کوچید. یکسان نبودن موقع‌ها نسبت به جنگ در جامعه تاجیکستان می‌تواند یک دلیل چنین رنگ گرفتن کار شده باشد. و خود امروز نمایندگی اتحاد اروپا با تاجیکستان همکاری‌های نو و گوناگون ساحه را پیشنهاد کرده است. این همکاری‌ها با قول دیپلمات‌های اروپایی نظر به سازشنامه کنونی خیلی گوناگون جبهه میباشد. ساحه‌های معارف و ورزش و فرهنگ و تجارت را در بر میگیرد و این زمان تقاضا میکند که حقوق انسان رعایت شود. علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله جزئیات این صحبت‌ها را خلاصه میکنند. نخستین مذاکره دایر به سازشنامه نوی شریکی گسترده و همکاری میان اتحاد اروپا و تاجیکستان در دوشنبه شروع گردید.
نمایندگان اتحادیه اروپا بعد از ملاقات و گفت‌وشنید با جانب تاجیکستان در حضور خبرنگاران به اهمیت این سازشنامه تاکید کردند. شما می‌دانید که روابط کنونی ما بر پایه سازشنامه تنظیم می‌شود که بیش از 20 سال پیش امضا شده بود. بشبه از آن زمان تا کنون نه تنها اتحادیه اروپا و تاجیکستان تغییر یافتند، بلکه عمق و موضوع همکاری‌ها که ما باید فرا گیریم تغییر یافت. اقتصاد دیگر شد، ولی آنچه که تغییر نیافته است این پایبندی اتحادیه اروپا با ارزش‌های مثل دموکراسی، حقوق انسان، اینچنین حمایت از قانون‌ها و نظم بین‌المللی. اینها همه در سازشنامه ما کلیدی باقی می‌مانند. تاجیکستان خواستار شامل شدن به نظام سیستم عمومی برتریت‌ها یا GSP+ شده است، ولی برای این طور مسئولان اتحادیه اروپا گفتند طلبات‌های پیشبینی گردیده است. هدف دوم این است که حکومت تاجیکستان خواستار امتیازهای یکجانبه اقتصادی از جانب اتحادیه اروپا میباشد که با اصطلاح GSP+ یا سیستم عمومی برتریت‌ها پلوس معروف است. پلوس اینجا به معنای آن است که این نه تنها ابزار تجارتی بلکه یک ابزار سیاسی هم هست، چون که برای دستیابی به این امتیاز شما باید 27 اعلامیه بین المللی را امضا و به تصویب رسانید که بخش‌های حقوق بشر، حقوق کارگر و قاعده‌های محیط زیست و دیگرها را در بر می‌گیرد. آغاز گفت‌وشنید یا مذاکره برای اطراف سازشنامه نو در حالی است که اتحادیه اروپا که یکی از سرمایه‌گذاران اصلی تاجیکستان به حساب می‌رود و به کشور صدها میلیون یورو کمک کرده است، برای بی‌اعتنایی به حقوق انسان در تاجیکستان تنقید می‌شنود. نمایندگان سازمان می‌گویند مسئله رعایت حقوق انسان در سازشنامه نو نیز در مرکز توجه آنها قرار دارد. طور من پیشتر هم گفتم، ولی شاید حالا باید دقیق‌تر گویم که حقوق انسان یکی از دو جزء مرکزی این سازشنامه خواهد بود. شرط مرکزی این است که در صورت ویران کردن موافقه‌ها سازشنامه بیکار می‌شود و این امتیازهایی که ما داده‌ایم می‌توانند لغو شوند. بلاروس یک نمونه آن است. انتظار می رود ملاقات بعدی طرف‌ها در مورد سازشنامه نوی شریکی گسترده تخمینا ماه مارس امسال در دوشنبه برگزار گردد، ولی دقیقاً معلوم نیست که سازشنامه میان طرف‌ها کی به امضا خواهد رسید. و حالا یک گزارش از منفعت همکاری‌های بین‌المللی تاجیکستان. در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان ده‌ها کشاورز با استفاده از اصول‌های نوی کشت و کار شروع کرده است که اجازه می‌دهد در موسم زمستان هم مردم میوه و سبزیجات داشته باشند که اکثرا در تابستان فروخته می‌شوند. با کشاورزان تاجیک با ابزار و وسایل نوی زراعت پروری یوساید آژانس رشد بین‌المللی آمریکا کمک کرده است. گزارش را محمد وفا رضازاده تقدیم می‌کند. در ختلان توت زمینی تنها برای بهار پرورش می‌شد، اما حالا روزهای سرد زمستان هم در گرمخانه پخته به بازار برآورده می‌شود. سیرت الله یلداشف کشاورز جوان از ناحیه عبدالرحمن جامی 2 ماه اخیر سیرکار است. توت زمینیش پخته خریدارش زیاد شد. پیشتر اکو گرمخانه‌مون به طرز مایده تر کار میکردیم، خیلی با استوسته بازمون با مریضمون اینه خیلی کلان کردیم. با طرزی مقصد من درس دادن همین شرکت ها نو کردیم خیلی فرق میکنه. مقصد کاریدن من حاصلش همش تماما دیگر. این بوته های توت زمینی نوع فلورید فرتون از امریکا برای کشاورزان آورده شده است. اگرچه برای صادرات قلای بوده تا 1 هفته میتواند صفتش را نگه دارد، ولی طعمش مثل توت زمینی محلی شیرین نبوده است.
خواجگی دهقانی بابای ناصر در ناحیه عبدالرحمن جامی نزدیک 50 گرم خانه دارد. نخال این تا 15-20 کیلو را حاصل گرفتن ممکن است. طاهر یولداش با سابقه 30 ساله کشاورزی بار اول محصولاتش را با اصول نو که خرج کم داشته است کشت کرده است. با واسطه همین شرکت های یوسعید که براسگیری همینو همین شما دیده شدید این گرمخانه یعنی که دائم عمل کننده می باشد که به همه تجهیزات شده است. به همین تکنولوژی اگر نگذاریم دیگر در این وقت معاصر زمانه ما محصولات بر وقتی به دست آورده نمیتوانیم. این گرمخانه زمستان گرمی میدهد، در دیگر فصلها هوا را معتدل نگه می‌دارد و ویژگی دیگرش بوته سبزوات با راه قطرگی آبیاری می شود. این خواجگی را لایحه عاید به کشاورزی و اداره‌کنی زمین‌های کشاورزی در تاجیکستان در دایره تشبث آذوقواری به خاطر آینده کمک کرده است که از جانب یوسعید پشتیبانی مالی می شود. ایزابل کاولمن معاون مدیر یوسعید در یک ملاقات با کشاورزان از همکاری مشترک و با ثمرشان اظهار قناعتمندی کرد. نتیجه لایحه نه تنها محصولات کشاورزی در فروشگاه زیاد می شود بلکه دهقانان درآمد خود را زیاد می کنند. چیزی مهمه که من شنیدم این است که 4 پسر این مرد دهقان که در روسیه کار می کردند حالا بهره گیرنده لایحه هستند و اینجا کار کرده درآمد می یابند. در منطقه باختر به 6 دهقان چون این گرمخانه های زمانوی تقدیم شده است. صدها کشاورز دیگر شیوه نوی کشت و پرورش محصولات کشاورزی را آموزش دیدند. محصولاتی که بر وقت و با صفت خوب جمع آوری می شود نه تنها در بازار داخلی بلکه به خارج صادرات می شود. و از جامی می رویم به شهر کولوب. مسئولین اداره تاجیکستان در کولوب از حکومت کشور خواستند برای سنجش محصولات ساختمانی در این منطقه آزمایشگاه بنیاد شود. حالا آنها امکان تفتیش چنین محصولات را ندارند، اما کارمندان تاجیکستان در کولوب از آن خوشحالند که با کوچیدن به بینای نو شرایط کار آنها بهتر شده است. محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. این دستگاه درستی کار حسابکنک برقی را می‌سنجد. اگر حسابکنک به معیارهای استانداردی جوابگو نباشد باید به استفاده راه داده نشود. تاکنون چنین دستگاه در منطقه کولوب وجود نداشت. با باز شدن بینای نوی تاجیکستان این تجهیزات هم به آن وارد شده است. حالا همه نوعی حسابکنک را می شود در اینجا سنجید. بینای نوی تاجیکستان در منطقه کولوب با مبلغ 4.5 میلیون سومانی بازسازی شده است. آن را ماهی اکتبر به استفاده دادند. تا آمدن به بینای نو کارمندان این نهاد اجاره نشین بودند. کارمندان تاجیکستان به بینای نو با 35 تجهیزات معاصر وارد شده اند. 35 منگوی تجهیزات بسیار تجهیزات خارجی هستند. از دولت روسیه، از ازبکستان، قزاقستان، از دولت چین. منطقه کولوب از 10 شهر و نواحی عبارت است. کارمندان تاجیکستان حقوق دارند در این نواحی سنجش گذرانند. در گذشته کارمندان این نهاد برخی محصولات را تا آزمایشگاه‌های دوشنبه می‌بردند. حالا آنها میگویند که کارشان از گذشته خیلی سبک شده است. اما با وجود این اعتراف میکنند تاکنون کمبودیشان پورا حل نشده است. حالا این کارخانه نمیتواند جوابگوی معیارها بودن محصولات ساختمانی را سنجد. با گفته رهبریت تاجیکستان آنها الحال آزمایشگاه چنین محصولات را ندارند. برای این برابر وارد شدن به بینای نو به حکومت کشور پیشنهاد کرده اند که چنین یک آزمایشگاه را برایشان بنیاد کنند. تا آماده شدن آن ساختمانچیان باید از آزمایشگاه‌های دوشنبه یا باختر استفاده برند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کولوب. برنامه در همین جا به پایان میرسد، ولی نشر خبرها با عکس و ویدیو هر ساعت در وبسایت azadi.org و در صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تیک تاک و تلگرام و ادناکلاسنیک ادامه دارد. خدا نگهبان شما.